سلام به شما. خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم سفری داشته باشیم به یکی از رازآمیزترین و شاید زیباترین ایده‌های روانشناسی، مفهوم همزمانی. تا حالا شده به یه دوست قدیمی فکر کنین و همون لحظه موبایلتون زنگ بخوره و خودش باشه؟ یا شاید دنبال جواب یه سوال خیلی مهم تو زندگیتون بودین و یهو جوابش رو توی یه جمله از یه فیلم یا یه کتابی که اتفاقی باز کردین پیدا کردین. این لحظه ها شاید خیلی بیشتر از یه شانس ساده باشن. خب اکثر ما به این اتفاقا میگیم وای عجب تصادفی و خیلی راحت از کنارش رد میشیم. اما یه نفر بود، کارل گوستاو یونگ، یکی از بزرگترین روانشناسا، که یه اسم عمیق‌تر براشون داشت، همزمانی. اون معتقد بود اینا فقط تصادفای کور نیستن، بلکه انگار پیام‌هایی از یه نظم پنهان در جهان هستن. خب پس بیاین یکم عمیق‌تر بشیم و ببینیم این همزمانی که یونگ ازش حرف میزد دقیقاً یعنی چی و چطور کار میکنه. این تعریف رسمی یونگه، ولی بذارین ساده‌اش کنم. همزمانی یعنی دو تا اتفاق یا حتی بیشتر که انگار هیچ ربط فیزیکی و علت و معلولی به هم ندارن. یکیشون توی دنیای درون شما اتفاق میفته، مثلا یه فکر یا یه رویا، و اون یکی توی دنیای بیرون. اما یه معنای مشترک و عمیق این دوتا رو مثل یه آهنربای نامرئی به هم وصل میکنه. حالا سوال اصلی اینه، اگه این پیام‌ها و این ارتباطهای معنادار واقعاً وجود دارن، چرا اکثر ما نمیبینیمشون؟ چرا متوجهشون نمیشیم؟ جوابش توی هیاهوی زندگی مدرنه. چند تا دلیل اصلی داره. اول اینکه مغز ما برای بقا طراحی شده، یعنی همش دنبال علت و معلوله، دنبال اینه که بفهمه این اتفاق افتاد چون اون یکیش شد. دوم، خیلی از ما توی یه جور خلأ وجودی زندگی میکنیم، یعنی ته دلمون شک داریم که اصلاً معنایی در این جهان وجود داشته باشه. سوم، این اقتصاد توجه مدرن، این همه سر و صدا، نوتیفیکیشن، اطلاعات، اصلا مجالی برای شنیدن صداهای آرومتر نمیذاره. و در آخر اون بخش منطقی ذهن ما، همون ایگو، از هر چیزی که نتونه کنترلش کنه یا با فرمول توضیحش بده متنفره. میدونین درک کردن همزمانی دقیقاً مثل دیدن ستاره ها تو آسمونه. فکر کنین وسط یه شهر بزرگ و شلوغ ایستادین، پر از نور چراغا، پر از آلودگی نوری. چیزی از ستاره ها میبینین؟ نه. اون آلودگی نوری همون ذهن پر از منطق و اطلاعات ماست. حالا خودتونو بذارین وسط یه بیابون ساکت و تاریک. چی میبینین؟ تمام کهکشان راه شیری خودش رو به شما نشون میده. همزمانی ها همیشه اونجا هستن. فقط باید از این شهر پر سر و صدای ذهنمون بیایم بیرون تا بتونیم ببینیمشون. شاید بهترین راه برای فهمیدن این مفهوم شنیدن معروفترین مثالی باشه که خود یونگ در کارش باهاش روبرو شد. داستانی که مسیر درمان یکی از بیمارهاش رو برای همیشه عوض کرد. یونگ یه بیماری داشت که فوق‌العاده منطقی و عقل‌گرا بود. یعنی انقدر توی دنیای عقل و منطق خودش غرق بود و در برابر هر نوع نگاه جدیدی مقاومت می‌کرد که درمان کاملاً به بنبست خورده بود. توی یکی از جلسه ها این خانم داشت خوابی رو تعریف می‌کرد که شب قبل دیده بود. خواب دیده بود که یه نفر بهش یه سوسک طلایی خیلی زیبا و با ارزش هدیه داده. دقیقاً همون لحظه‌ای که داشت اینو میگفت، همون لحظه‌ای که کلمه سوسک طلایی از دهنش خارج شد، یونگ یه صدای تق تق آرومی از پنجره اتاق شنید. یونگ بلند شد، رفت سمت پنجره، بازش کرد و یه حشره رو که داشت خودش رو به شیشه میکوبید توی هوا گرفت. برگشت پیش بیمارش، دستش رو باز کرد و چی تو دستش بود؟ یه سوسک گل سرخ طلایی که نزدیکترین گونه به اون سوسک اسطوره‌ای توی اون منطقه بود. یونگ خیلی آروم بهش گفت: اینم سوسک طلایی شما. میگن همون لحظه اون دیوار منطقی فرو ریخت و درمان واقعی شروع شد. بسیار خوب، این داستان فوق‌العاده است. ولی چطور میتونیم خودمون این صداها، این پیام‌های معنادار رو توی زندگی روزمره‌مون بشنویم و درک کنیم؟ یونگ معتقد بود باید فعالانه به دنبال این معنا بگردیم. 2 تا تمرین خیلی ساده ولی قدرتمند وجود داره. یکیش تمرین سکوته. روزی فقط 5 دقیقه. همین. توی سکوت بشینین و فقط گوش کنین. به صدای درونتون. این کار فضا رو برای تمرین دوم یعنی نوشتن باز میکنه. از همین امشب یه دفترچه کنار تختتون بذارین، قبل از خواب اون تصادفای کوچیک و به ظاهر بی اهمیت روز رو بنویسین. مثلا یه عددی که هی تکرار شد، یه آهنگی که یهو از رادیو شنیدین، یه جمله‌ای که از یه غریبه تو خیابون به گوشتون خورد. کلیدش اینجاست. نپرسین چرا این اتفاق افتاد. این سوال ذهن منطقیه. به جاش از خودتون بپرسین
این چه حسی در من ایجاد کرد و چه معنایی برای من میتونه داشته باشه؟ و در نهایت همه اینها به یه انتخاب میرسه، یه انتخاب فلسفی عمیق در مورد اینکه ما میخوایم توی چه جور دنیایی زندگی کنیم. میدونم الان اون صدای منطقی و شکاک توی سرتون داره میگه آها، این که همون سوگیری تاییده. معلومه وقتی دنبال معنا بگردی معنا پیدا میکنی دیگه. و میدونین چیه؟ حق با شماست. از دید علم خشک و مکانیکی اینها شاید فقط بازی‌های ذهن ما باشه. اما یونگ یه سوال خیلی مهمتر میپرسید. اون نمیخواست از نظر آماری ثابت کنه که این پدیده واقعی هست یا نه. سوالش این بود: آیا این نگاه به زندگی به شما معنا میده؟ آیا کمکتون میکنه که راهتون رو پیدا کنین؟ در واقع شما 2 تا انتخاب دارین. میتونین انتخاب کنین که توی دنیای مکانیکی، سرد و بی‌تفاوت زندگی کنین، دنیایی که همه چیز تصادفیه و شما توش تنها و مضطرب هستین، یا میتونین جهانی رو انتخاب کنین که در اون همه چیز به هم متصله. جهانی که توش اتفاقها میتونن نشونه باشن، پیامی برای شما. دنیایی که توش شما به خردی بزرگتر متصل هستین و تنها نیستین. انتخاب با شماست. این که شما الان اینجا هستین و تا این لحظه به این حرفا گوش دادین، خودش شاید یه همزمانی باشه. شاید یه تصادف معنادار. حالا سوالی نیست که همزمانی واقعیت داره یا نه. سوال اصلی اینه: پیامش برای شما چیه؟